به همتان الوداع. Hocam bir şeyler yapsanıza. Hepimiz öleceğiz burada. خاطر نشوید خانم سلین. من در اینجایم. ای از برای خدا ما چی گناه کردیم؟ گناه ما در چیست ها؟ ای ابله خاموش است خاموش. از عهده زندگی نبر آمدی. اقلا از عهده بناموس مردن برا؟ التماس ما رو نکشید. اقلا این رو نکشید چون که یک بابای بیمار دارد. او باید زنده ماند. از همین سبب هم من تا بر آمدن جنگل او رو هم راهی میکنم. رفتیم دکتر ها رفتیم. نمیروی نجنبه. وای برادر گوش کن. چیزی که میخواستی گرفتی. از کشتن ما با تو چی فایده میرسه؟ بهوده گپتان را حیف نکنید دامولا. این بیشرف است. بیشرف. از همه جاسوسی پسترین است. کنان دیوانه، تو از حد گذراندی و کار کفیلی کردن از قلب با جاسوسی شده است. اگر تو به جای من هم میبودی عیناً همین کار را میکردی. بسیار دراز کردین. کار رو بار داریم. زود آخرین دعایتان را خوانید. geçit vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. این هم وقتی تمام شبیهش را یافتم. Çakmak verin lan. Vallahi bende yok patron. Arabada kaldı herhalde. Vallahi patron ben de sigarayı yeni bıraktım. Tam da bırakacak zamanı buldun. Ben çakmak yerine kibrit tercih. دیده آخر گوگرد هم می شود. آخر سر دارم دربارم گوگرد ندارم. اگر آتش یابم اول شما را می سوزانم. به چه جای افتادمه؟ یا خدایا این جنگل همانندی همون خودی مافیا بوده است. در آمدنش آسان بر آمدنش مشکل است. در آنجا چی گپ است؟ رفته با من آتش بیارد زود. رفته یک آنجا رو بینم. بیامانه حالا باید بسنم یکون کار ناید. بعد از این چی رخ دهد؟ اگر یکون چی رخ دهد آخر همه اش رخ داد. کنی یک بینم. شما زجیگالکا نداره؟ نه نداریم اکا. ندارم. نه ما نداریم. بسیار خوب که ما زجیگالکا نداریم. کنیان تو زجیگالکا نداری ها؟ شما را بیفایده اینجا داشته ایستادم. ندارم. و من یک زجیگالکا یابد. چی گپ است اینجا؟ السلام علیکم. و شما میگویم زجیگالکا نداره؟ نه نداریم. چی خیلی زجیگالکا؟ من دارم. نکنید. چی کار میکنید؟ ندید. مرحمت. تشکر زیاد دامولا، مانند خیزر پیدا شدید. استغفرالله، هیچ کم ندارد. یک زجیگالکا بوده. دامولا کنی این طرف گذارید. مرحمت. من اینجا میستم. گذار. چی کار کردی؟ چرا زجیگالکا رو دادی؟ آی برادر، من به اینها یگان علاقمندی ندارم. زجیگالکا پرسیدین آن رو آخر دادم. برادر ما رو گذارید رویم. زود سرده. بسم الله. نمی شود. اگر شما رو سردیم به پلیس خبر میدهید. برادر در اینجا هیچ کس به پلیس مراجعت نمی کند. من کفالت میدیم. تو به اینها کفالت میدهی؟ به تو کی کفالت میدهد؟ آدامولا زیا من کفالت میدیم. من هم حتی من هم کفیل هستم. من نیستم. این ساختکار است. و دامولا نیست، ساختکار است. دروغ میگی. دروغ چی گفته ایستادسن؟ دامولا این چی ها گفته ایستادسن؟ ایوای دیوانه است. خانم زورا با او اهمیت ندید. او کسلی است. سرش کفتر بیران است.
چه خوبیه؟ یعنی سوخته کار است یا کسلی؟ دامبلو؟ خانم زهرا دیوانه است اهمیت ندهید. برادر گوش کن، دامبلای حقیقی منم. وای دیوانه است، ساختکار است. اما دیدی بس از دمتون را گیرید. در کجا رسیده بودیم؟ خیر بیا دکنون فراموش کنیم. این کارو نکنه. سرم اوف و من چی شد؟ با فکرم هوای جنگل کمتر وزبینی کن از اوش رفتم. خواهش میکنم ما گناه نداریم. این صدای سیلین است، از درون می آید. لوین به پیش. کنی لوین از داخلشیم تپانچه رو برار. لوین تو آمد خانم سیلین، دست خواب بالا. بالا از این از کجا پیدا شد؟ لویت من آمدم خانم سیلین. حالا میفهمونم پستالتی مکاروف در مگزینش 14 تیره، یک تریگش در نوکشه. ما بگیرنش. اولالا اوچای جنوبی یعنی جمزر چه استا با همه قربه خبر برسید. در نجسی نیستو. خفه نشوید خانم سیلین، شما رو نجات دادن نتوانستم اما تایلم که با شما بمیرم. این خیلی میشود لوین، تو برای من شده حیاتت رو زیر خطر موندی. اگر حیات شما در خطر باشد حیات من هیچ اهمیت ندارد خانم سیلین. مدام که با شما زندگی نکردم پس با شما مردم برای من شرف است. ای سیلین خب کن، نواد را گیر. زبان تو را میبرم. از فرصت استفاده برده کمپلیمنت نکن. کمپلیمنت نه، همه این حسیات حقیقی من نباشد. حتی برای خانم سیلین سینم سیپر میکنم. من آمادم که جانم را برای خانم سیلین قربان کنم. پرانید. بله در کجا رسیده بودیم؟ خدایا به همتون الوداع. آله به سرسی ملشم. تو چی میگویی؟ اول من را گوش کنید. این دختر خانم زهرا امروز روز نکاحش بود. لذت شوهر را نچشیده او را میکشید. خیلی نابودی زهرا. اینکه کنعان کلتکلس پدر سوخته او را معیوب کرد. آرزوی این از کلتکلس انتقام گرفتن است. خیلی بمونه به مقصدش برسه بعد بکشینش. کنان این راست میگوید. همین خیر تو خواطر نشو برادر، من به جای تو از کلتکلاس انتقامت رو میگیرم. نمیخواهم. من انتقام خودم را خودم میگیرم. تو دخالت نکن. از تو هیچ چیز نمیخواهم. اوه مرده ها چقدر انتقام میگیرن، از همین سبب گفته ایستادم. نباشد خانم سیلین را بینید. او حالا بلویتی دوست داشته است، اظهار محبت نکرده است. این خانم زیبا لذت دنیا را نچشیده است. لطفاً ما و سیلین در نرسید. دیگه کار ندارم اکی مافیا. با این کثافت نگره. از فرصت استفاده برده حالا هم کمپلیمنت دارده. خیر درباره این اماکی سرشکستگی چی بگین؟ این اماکی سرشکستگی اماکی در بلد یگان معلومات ندارم. گبزه که کی خط تعریفت کنم که نکشنم. از می بلد امام حقیقی. امی خیلی نامی من لوین میلیتسای حقیقی. بس کنید، دمتون را گیرید. شما سری من را ویران کردید. ای نامرد، چه دخترها را میترسونید؟ اطرافتان یادن شده است. تسلیم شوید. سردار اونال است. اونال سردار آمد. یاسنم در آمده حالا شما را از پای میافتاند. اطرافتان یادن شده است گفتم. دستانتان را در پشت سر گذاشته تسلیم شوید. بلا زنم اینها از کجا برآمدن؟ سردار چیکار میکنید؟ ای نمک، با جلوه حیات نگره. حتی سردار اونال با کار آمده. خدا مددگار است. سردارم شما را پارا میکند. لازم شما را نابود میکنه بلا زده ها. همتون در دستم هستید. یگان کس کاری کردن نمیتواند. شما را آخرین بار آگاه میکنم. تسلیم شوید. تسلیم شوید. کاکنی چیکار میکنی؟ خاموش ایستید. فکر کرده ایستادم. نمک آجام بزن. اسکت نپراند. در داخل آدم ما هستند.
منم لیلی نوید من خوب هستم تو خودت رو احتیاط کن. مالش خانم سیلی حالا من باید به بیرون برآمده و سردار اونا هم یردم گیرم از همین سبب شما در اینجا پنهان شوید. داغونه در اینجایم. اما که چیکار میکنی در اینجا؟ گل چی ایستادم این چی خیلی پنهان شده ایستادم نمیبینیم اگر خیلی جای خانم سیلی نبید. اینجا رو من گرفتم رفتم در دیگر تو پنهان شده اما گفت پس من آمدن گیر من تو رو به بیرون میبرم در آنجا خانم سیلی پنهان میشه زود باش. هم مردک نتز رفتیم خانم سیلی در اینجا پنهان شو و در اینجا نکنم فهمو؟ نوید من میترسم من رو در اینجا نبوزو. مایلش تو چی کار کرده ایستاده؟ درنگ یه مورده بگی خوب کن. نوید یک تاش میگریزه کنون دیوانه باید مرا نمیزدی من به تو نشان میدهم. دمت را گیر بشرف تو باز با طرف من سلاح دراز میکنی ها؟ حاضر من تو رو در اینجا نابود میکنم. از جای نجود باز ما میخوریم کنون. این کجا شد؟ ای بلا زند نمک جزدان رو ده کمیسر آدم گریخت اما الماس ها رو نجات دادیم. چی خیلی الماس؟ در داخل این جزدان الماس است کمیسر با پلیس ها امانت میکنه. چیزی که نباشد وظیفه شهروندی ماست کمیسر. پسرها زهرا یزنه خوب هستی؟ خوبم یزنه در وقتش اومدید. یکون چیز نشده؟ نه چیزی نشده است. همه خوب هستی؟ خوبه شما هم خوبه؟ شکر خدا خوبه. زیاد در کجاست؟ نمیدونم با فکرم در داخل بود. یزنه بیایید به داخل درایم یک بار با شناس میشوید. خوب شناسایی به همین روز نصیب بود است. بیا رفتیم. بیا شناس شدیم همین تو نمیرسیدی. بیایید. دابلازیا دابلازیا حاضر در همین جا بود با کجا رفته باشه؟ آنیق در همین جا بود. آنیق کمی پیش در همین جا بود یزنه. زورا جان تو بسیار مانعه ها را پس سر کردی. این هیچ گپ نیست. کنی بیا رفتیم. یزنه جان آنیق در همین جا بود گفته سودان. مایلش بیا اکنون میبرویم. بیا یا خدای توبه در کجا باشه؟ بیا رفتیم. با آقای و نشناس شدن نتوانستیم چون به زیارت شوکت رفتم فراموش کردم. شوکت خوب است یگان مشکلی داره؟ خوب یعنی برای ما کمک پرسیدن رفته است. نه همه خیلی حادثه ها میشه. وای زهرا جان بابا جان زهرا جان دخترم بابا جان دوستم دوریست. شما خوب هستید؟ خوبم. یگان درد رو نبینید. رحمت به تو ضرر نرسوندن. بابا جان خواطر نشوید کمی نفهمی شد تمام همش گذشت من خوب هستم. به تو ضرر نرسوندم یا؟ نه بابا جان منو برید من خوب هستم. مایلشون لیکن آن همه خواستو چی میخواستند؟ بابا جان در جزدانم الماس قاچاق است. چی؟ نفهمیدم چخیر الماس قاچاق؟ الماس قاچاق در جزدان چیکار میکنند؟ آقای اکرم یعنی نه زهرا نه هیچ کس از اون الماس ها خبر نداشت. یک لحظه این را به من خوبتر فهمانید. انا حاضر الماس قاچاق در داخل جزدان است. تو باشی از این خبردار نیستی ها؟ نفهمیدم آخر. بابا جان چخیری که میبینید ما همه سخت خسته شدیم به داخل داریم همش رو به شما میفهمونم میشود؟
خیر با من اجازت با خانه رفته استراحت کنم. پسرم اینجا جای بیگانه نیست، در بالای استراحت کردم میتوانی؟ نه آقا من با خانه رفته لباس هایم رو عوض کنم، بسیار خسته شدم. مایلش با اجازت شباتون خوش. شبای خوش. خیر خواهرکم خواطیر کردی. این حادثه به سرمان آمد رابین، نیکا باز دیر برگزار میگردد. دیر نمی شود بابا جان، تنها یک روز دیر برگزار می گردد. اما بابا جان یک خواهش داشتم، من این دفعه از اونا رو دعوت میکنم. نه تا وقتی که من در حیات هستم اون نل پایش رو به اینجا نمیگذارد. بابا جان او حیاتش رو در خطر مونده، همه ما رو نجات داد، میفهمی؟ البته نجات میدید، مگر او پلیس نیست؟ البته نجات میدید، وظیفه‌اش است. بابا زورا لطفا دیگر در این باره گپ نزن. آن آدم که حله را فریب داد دیگر رویش را دیدن نمیخواهم. تمام. زورا جان تو میگویی که پگاه توی شود، اما با لباس عروسیت نگر چی خل شده است؟ این را چی خل باور میکنی؟ پس من لباس عروسی پوشیده نمیتوانم؟ در اصل پوشیده میتوانی. بابا جان این لباس عروسی از مادرت. این را به کسی دادن دلم راضی نبود. خوب کردم. بین نصیب دخترش بوده است. خدا به تو آیله خرسند و خوشبخت نصیب میکند انشالله. در داخل این لباس عروسی مثل مادرت خوشبخت شو دختر زیبایم. کار بسیار مهم است لبن. از بالا امر قطعی است، یگان کمبودی نمیخواهند. از با طوری به خطر رسیدن این الماس ها امین شدرم در کار نباشد عاقبتم بد میشود. سردارم یگان کمبودی نمیشود، آخر من پروفسیونالم کو. چی میگویی؟ مگر آدمان این الماس ها رو پیشکی دزدیدند؟ باز نمیدزدند مگر؟ سردارم غم نخود، تغوریه، همش تغوریه. در انتقال ما هم میشویم. گپ نیست. زهرا خوش آمدی. خوش باشید یزنه. سلام. مرحمت شین. وقت دارید؟ بله. خوش آمدید خانم زهرا. سردارم من روم. مایلش. این شخص بسیار شوخ است. سلام علیک خانم سلین. السلام. با فکرم خانم زهرا را انتظار هستید، اما بیرون بسیار خنک. مرحمت به کابینت من. نه او رو انتظار نیستم، یعنی ما یک جای آمدیم. من تو رو انتظار بودم. خانم سلین اگر من نسبت شما نفهمیده یگان کاری ناجا کرده باشم عذر. نه یگان کاری ناجا نکردی. بعد از آن حادثه برای تشکر گفتن آمدم. حادثه جنگل میگوی؟ این خیلی کار میده چوده را من اهمیت نمیتم خانم سلین. مگر به اهمیت میشود عزیزم؟ یعنی تو خود رو برای من سپر کردی. در حقیقت بسیار سپاسگزارم. ای خانم سلین، این خطر سخنهای شیرین دارید. مرا چنان تعریف کرده که خودم را ستاره مشهور ایست کردم. آخر تو هم همین خیل هستی؟ یک دقیقه. من نگفتی جون؟ بله، یعنی بعد از اون حادثه برایم در حقیقت شخصی مهم شده ای. این رو برای تو گرفتم. توفه رو برای من گرفتی؟ برای همش تشکر زیاد لوین جان. لوین خوب هستی؟
خوبم خانم سلین. این چی سیاد بود؟ وقتی که مرا بوسه کردی موی تنم خیست. خانم سلین جای مچک کردگی در من هیچ وقت نمیشود. یزنه از آنی که شما به نکاح هم آمده نمیتوانید سخت غمگینم. غمگین نشو زهره جان. یعنی من میدونم که گناهی تو نیست. یزنه عجبا خودتان رو دیگر کرده اومده میتوانید؟ خودم رو دیگر کنم؟ بابایم در آن حالت شناخته نمیتواند. بیایید یزنه من آمدنتون رو سخت میخواهم. مایلش میبینیم. مایلش گفتید یزنه جانی من. بسیار سپاسگزارم از شما یزنه. در حال خرسند نشو. من گفتم میبینیم. آخر یزنه بسیار میخواهم میگویم. اپا هم بسیار خرسند میشود. با خودم رو دیگر کردنم؟ یزنه البته که از برای خودتان رو دیگر کردن نه، از برای شما رو دیدن. تو از کجا میدونی؟ من میدونم او آخر پیمان است. آخر او نمیفهمد. من به او فهمانده نمیتوانم. یعنی چی او فکر میکنه که من او رو فریب دادم؟ با آخرم راست نمیآید. یزنه این حال همین ندار است که بسیار حساسی است. لیکن به او فهمانده نمیتوانم. پیشتر برای از پس کلتکر از بودن مرا گناهگار میسوبید. چی کنم آخر کاری من همین است. البته که از خفای جنایتکارا میشم. همین خیلی نه؟ البته. خیر هیچ غم نه. تو رو با اینها غم که نسازم. مایلش خودم را دیگر کرده میآیم. یزنه شما یک دید بسیار سپاسگزارم. لیکن گوش کن شاید میگوید. مایلش شما میگوید. میبینه. کلیت دلدار بسیار توفه زیبا برای من بسیار مقبول شد. این خانم زورا اینقدر دیر برآمد؟ بله. چی اینقدر بفهم است لیوین؟ دختر برای تو هدیه آورده است و تو چقدر پر اهمیت بودنت رو گفته است. حالا باشد از تو یگان حرکت انتظار است که بگفته تو رو بین. خانم زورا در داخل بسیار استاد. من گپ شما رو آنقدر خوب نفهمیدم سلین جان. چی رو نفهمیدی؟ من وقتی گفتم این خانم زورا دیر برآمد شما چیزی گفتید که من نفهمیدم. عزیزم یگان جای نفهمیش نیست. بله گفتم زورا اکای اونال رو به نیکو دعوت کرد. نیکو؟ نیکو رو از سر میگذرانند. بله پگاه شب. اما این دفعه در قصر خودشون میشود. خدا ما رو هم به می روزا برسونه خانم سلین. آمین. در اصل برای خانم زورا بسیار خرسند شدم. یعنی اکنون او صاحب عائله می شود با شبار کودکانش حیاتی خوش خرسندانه بسیار زیبا. انشالله. عجبا شما را هم شومه فره خانم سلین؟ من؟ بله شما. لیوین تو همین قدر سوالهای عجیب میدهی؟ اما من جواب سوالم را نگرفتم خانم سلین. یعنی البته که من هم مانند هر دختر جوان ازدواج کرده عائله برپا کردن میخواهم. میخواسته است. عجبا از من تکلیف ازدواج را انتظار است. یعنی در نتیجه آن لباس سفید رو ببر کردن. من همین سری دیگران همین آرزو رو دارم. امیدوارم که فتح سفید رو میپوشد و زیباترین عروس دنیا میشود. لیوین باشد دامادی پیش میشه. تشکر زیاد لیوین. البته اول یگان نامزد یافتن لازم. من؟ البته شما درست میگویید. سلی جان با چشمان من نگاه کردن نامزد یافتن در کار است میگوید. انی از من تکلیف خانه‌دار شوی را انتظار است. سلی جان پدر و مادر من در قشلاق دور زندگی میکنند. در قشلاق برف باریدگی آماده نمیتونن. بخشش زیاد بخشش. برای چی؟ من درباره خواستگاری گفته ایستادم. مسئله خواستگاری؟ راستی گپ در قشلاق ما تمام عرف و عادت را رعایت میکنند. در ما دختر و کلانها خواستگاری میکنند. من خودم تنها خواستگاری کرده نمیتوانم کو. تو درباره خواستگاری دختر گپ زده ایستاده. تمام فهمو. تو بلوچه در حال میدوند که من او را خواستگاری میکنم باز خودش را بنادونه میزند. هیچ گپ نه همه کار رو خوب شون حلش میکنی. در اصل خانم سلین من این محبت را یعنی آنقدر هم دراز کردنی نیستم. بعد از این صحبت میخوام هر چیز زودتر با پدر و مادر مسئله تو رو ببینیم. در دل این کسی هست به فکرم. این رو بینه گپ زدن میگوید. به فکرم تکلیف عائله دوری کرده است. یعنی البته که راست میگویی. اگر هر دو طرف قرار داده باشند این کارو در روز دادن نقدر معنی نداره. البته عزیزم البته هر دو طرف راضیه. اما مسئله پدر و مادر من رو چی حل کنیم؟ چی فکر داری سلین؟ لیوین غمگین نشو. خودت تنها رو به خواستگاری هیچ گپ ندارد. خودم تو میشوم. خودم تنها به خواستگاری روم. عجبا دختر از این نمیرنجد. نه چرا غمگین شود کی؟ این دختر در حق لیوین مرده بوده که خانم سلین میگوی پگاه با خواستگاری بیام یکم پرابلم نمیشوه. من نفهمیدم.
تو با نیکو میوی؟ سراسیما نشم اول خواستگاره بعد نیکو. ها؟ هگو میایم گفتی من فکر کردم در باره نیکوی زورو گپ زده ایستوده ای. نه خیلی بد گپ میزنیم. خانم زورا مبارک شود. میگن روزی نیکو را در دیگر روز مانده. تشکر زیاد لیوین. سلین میرویم عزیزم. خیلی خانم سلین وقتونو نمیگیرم. خدا خواهد پگه ساعت 4 وا میخوریم. بسیار بر وقت است تو خیر خودت میدونی. نه روزانه گفتم یگان کار نداشته باشیم با. نه من تمامی روز در قصر میشم برای تو گفتم. نه برای من فرق نداره. من 24 ساعت در آفیس محمد علی نمازی بامداد میخونم میام. بیتل جان چه خیلی تو. خانم جانم تو چه خیلی؟ تشکر زیاد. سلام سلین. سلام بیتل جان چه خیلی هستی؟ تشکر زیاد سلین جان. بخیر است. در اینجا چی کار داری بیتل؟ من برای برادرم رو پرسیدن اومدم. اکاترو؟ بله. بخشیشو در باره اکم به دستتون یکم معلومات اومده از خاطر شدم. نه ما در باره کلتکلس معلومات نداریم. پیدا شد گپ میزنیم. کلتکلس؟ کلتکلس؟ آدمی که یزده اونال از قفای اوز اکای بیتول است؟ با خدا که کمیه. چی؟ یک دقیقه من کلتکلس گفتم؟ بله کلتکلس گفتی؟ کمتر بیش کلتکلس اکای من است گفتید. اون آدم کیست لطفاً گویید. کی میشد؟ جنایتکاری که سالهاست ما رو میدواند. جنایتکار؟ چی؟ کی میداند خدا در کجا ها پنهان است. اما از ما گریخته نمیتواند. در آخر ما را دستگیر میکنیم. دروغ میگویید. اکای من جنایتکار بوده نمیتواند. بیتو پاوقا جنایتکار وزدیل نیست. بله برادران معلوم دیروز نیکو همون برپا نشد. بعضا پرابلم های شخصی داشتن. از همین سبب نیکو رو با پگاه گذاشتیم. سلامت باشید. استاد بپرس اجری بپرس. استاد فیلم هدایت رو کسانی که غیر قانونی نسخه برداری میکنن حکمشون چی است؟ تو هم غیر قانونی نسخه برداری میکنی؟ نه استاد بعضی شناس ها این کارو میکنن. آیا تو نمیدونی که آنها راست به دوزخ میروند؟ نمیدونستم استاد. هجری تو در کدام عصر زندگی داری؟ استاد راستیگه یک شناس دارم. هر وقتی که از او فیلم میخرم دیسکای غیر قانونی رو با من میدهد. از این خاطر پرسیدم. کدام فیلم رو میگویی؟ فیلم هدایت رو استاد. یعنی غیر قانونی نسخه برداری کرده از پایان میز میفروشن؟ شما این رو از کجا میدونید؟ آن غارتگرها را که نمیداند. استاد رفیق من هم همین کار رو میکند. یعنی زحمت دیگران رو میدوزد. اما استاد پولش هیچ برکت ندارد. از همه قرضدار است. پولی به زحمت برکت ندارد. این رو بدون. بله استاد. هجری من با تو گفتم آنها با دوزخ میروند و کسی که توبه کند و مهنت حلال کند خوش به حالش. استاد شما با من گویید که حکم این پیرت ها چیست و آنها را چی انتظار است؟ بنویس هجری. اول اینکه آنها با این کار ناشایان سخت عادت کردند و عادت را پرتافتن مشکل است. یعنی پیرت های آنها فکر نمیکنند که برای آفریدن یک فیلم چقدر مبلغ صرف می شود. فهمیدی؟ فهمیدم. اما استاد آدمانی که از این کاری ناشایان دست میکشند گناهشان بخشیده می شود؟ اگر از این کاری ناشایان دست کشیده توبه کنند عاقبتشون به خیر می شود. اگر نکنند در دنیا و آخرت جزایشون رو می بینند. فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشه. از تو هم راضی باشه. پیرت هایی که توبه نکنند راست به دوزخ می روند. رفته رفیقم رو گویم. بیتول سالهای دراز است که اکایش را جستجو دارد. کلتکلس بوده است. باورم نمیآید سیلین. بسیار غمگین شدم. بله به دختر بسیار بد شد. زورو جان تو به آفیس رفته ایستاده ای؟ نه جانم. من یک زیارو خبر میگیرم. گپ میزنم که یگان کمبودی نبراید. اما تو رو به آفیس میبرم. مالش جانم. کوشا
سردارم بعد چقور چقور به درون چشمانم نگرسته نزدیک شده بعد مرا بوسید. بوسید؟ بله ایلین جکام. ای دیوانم، من هم گفتم یگان چیز رخ داده. این خیلی میشود سردارم، شاید برای آدم چیز کوچک باشه اما برای من قدم بزرگ است. لوین ها پسرم، آیا سلن در حقیقت تو را دوست می‌دارد؟ البته که سردارم دوست می‌دارد. بینید به شما نشان میدیم. این چیست پسرم؟ مانند دانشجو دخترم به گردنت انداخته ای. سردارم خانم سلن کلید دیلش به ما توفه کرد. پسرم سفسته نگو آخر. سلن به تو هدیه داده است؟ سردارم شما نمیفهمید، اما در حرکت‌های خانم سلن به من یک اشاره هست. مثلا درباره ازدواج خانم زهرا دور و دراز نقل کرد. چرا؟ چون که زهرا ازدواج میکند. بیامون سردارم، او هم گفت که من هم ازدواج کردن میخوام و هم لباس سفید پوشیدن میخوام. لوین گفت خیلی دختر ایزا میکشه، این چیزا رو آشکار گفته نمیتوانه. لوین گوش کن، بسیار سفسته نگو پسرم. این کارا این خیلی پوشیده نمیشوند. اشاره چیست ها؟ سردارم من اشاره را گرفتم. پگاه وقتی نیکای زهرا منم چله تیلا را در چلیک سیلن میدازم. او را منتظر نمیکنم زیرا که لوین را میخواهد. خدای توبه. پسرم تو به این دختر تکلیف اویله دارشوی کردی نکردی؟ چی خیلی به خودگاری میروی؟ سردارم معلوم است که سلم وقت را کشاله کردن نمیخواد. میخواد که توی تیستر برپا شود. شوش میفراغه. پگاه روزی بزرگه. لوین من با این سری تو زندگی کردن رو بسیار میخواستم. یعنی تو خرسند هستی؟ در حیات من خیلی خرسند نبودم سردارم. سرت رو بردار. یعنی مانند تو بودن را نیو خواستم را دیدن میخوام. این چی معنی داره سردارم؟ نفهمیدم. یعنی به سری تو صاحب شدن میخوام لوین. هیچ چیش نفهمیدم سردارم. جانم چی واقعا روی بود؟ هیچ چیز نیست مادر جان. کنی به من نگر. چی خیلی هیچ چیز نیست. از گریه کردن چشمانت ورم کرده است. تنها اکم به خاطرم اومد. جانم برای همین این خیلی گریه کردی؟ مادر جان کودکیم رو به خاطر آوردم برای همین. در اصل اکم که سالها جستجویش دارم. چه خیلی که گویم که یک روزی گریزه بود از چه خیلی. بیا جانم بس کن نکن ها. دامولا زیا و فاتحه شده ای نازوکش آمد. دامولا سلیم با کارگر ساخته نکاح کن گپ زد. او باز می آمده است. شما چی کار کردید؟ مسئله دامولای ساخته را حل کردید؟ حل کردم. هجری این کار را حل میکند. فهمم. خوش آمدید دامولا. خوش باشد خانم. دینا شب برای شما بسیار خواطر شدیم. بله نپرسید، یک کمبودی شده گذشت. دامولا راستی به نکاحتون آمده نتوانستید. ای جانم تو هم چقدر غمگین شدی. همین خیلی نه؟ خانم بیتول خوب است؟ خوب است خوب. هیچ گپ نیست. یگان شیرینی بیاره میخورید خانم زهرا؟ میخورم. همین خیلی نه عزیزم. دو چای هم بیارید. دامولا به بیتول چی شده است من نمیدونم. چی شده است؟ امروز در شعبه پلیس دیدم اکاش را جستجو دارد. اکاش رو؟ میدونید اکاش کی بوده است؟ اون دوزی گریزه که یزنه اونالی من همیشه در جستجوی اوست. کالتاکیل است. ماشین آمده ایستاده است. کار رو زود حل کنید فهما؟ مایلش حل میکنیم سردار. شما خواطر نباشید.
ببوس به گردن تلاس. سردارم. خودش چی گپ است؟ چرا چراغک اینقدر دراز کشید؟ سردارم ما ملیسای مخصوصیم. چراغک رو سرخ هم گذاریم کمیره ها نمیبینن. این ماشینی دولتی است. صف زده نگو. بگذارم این کمیره اگر زد من جریمه شمیتم. بگذار. بسرم از راسته چرا چراغک سبز نمیشود؟ دیوانم کرده؟ بس سکن سال شو. کارها همه حل شد سردار. تو چه خیلی آدمی بد شده میتوانی؟ چه خیلی؟ ترساندم خانم. نه من کمتر پریشان شدم. دوملو مرحمت. اگر اجازه دهید من درباره یک مسئله با شما گپ زدن میخوام. البته مرحمت کنید. تشکر. در شعبه پلیس با زهرا با فکرم روبرو شده اید. درباره اکاتون بعضی چیزها رو فهمیده اید. یعنی خانم به طور شما رو میفهمم اما خود رو بهوده غمگین نکنید. چه خیلی غمگین نشوم دوملو. اکام که سالها جستجویش دارم یک دوست و جنایتکار بود است. چه خیلی غمگین نشوم. شاید چه خیلی که شما فکر کرده اید کارهای بد نکرده است. همین خیر چرا پلیس او را میجویند؟ گوش کنید خانم بتون. باور کنید حیات هر کس رو با هر گونه راه روبرو میکنه. در کودکی از هم جدا شدنتان رو گفته بودید. شما خوشبخت بودید که با عائله خوب افتیده اید. اما شاید برای اکاتون این خیلی چیز نصیب نشده است. دوملو این برای بدی های کردش بهانه شده نمیتواند. خانم بتون در حق اکاتون چنین فکرهای بد نکنید. با فکرم وای آدم خوب است. من در این باره دیگر گپ زدن نمیخواهم. اکای من اکای بد شده است. اکای بد. ندیدم. دروغ میگویی. جای خودی پولهایم را تنها تو میدانستی. دروغ میگویی. اکای بد. شاید اکاتون کارهای بدی کردهش رو فهمیده است. چه دانم شاید توبه کرده است.
من پگاه به شوبه رفته در باره اکم تمامی معلومات رو دسترس میکنم. در دستشون شاید یگون صورتش هست. وقتی از هم جدا شدیم 10 ساله بود. اکنون کی میدونه چه خیلی انسان شده است؟ چون اون دونستن میخوام که فهمونده نمیتوانم. اگر خواهرم رسمم رو ببیند، نه، مرا این خیلی نباید شناسد. خانم دکتر در اومدن ممکن؟ البته مرحمت. خیلی من میروم خانم. داملو من از شما یک چیز خوش کرده میتوانم؟ البته. چیزهایی که در باره اکم گپ زدیم در بین خودمون ماند میلش؟ مایلش. اگر باز به خانم زورو گوید که به هیچ کس نگوید بسیار خرسند میشوم. خواطر نشوید خانم. من به زهرا البته سلامتون رو میرسونم. میلش تشکری زیاد. روز بخیر. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. سلام علیکم. تشکری زیاد. بسیار هم الماس قیمتمان را نجات دادید. خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم. وظیفه من است. شما با رفتار خاکسارانه سردارم ننگرین. برای این الماس را نجات دادن چی جانکنی ها کرد، چی ها عذابا. حتی من در آتش این حادثه قرار داشتم. وجدان انسانی. نسبت شما چقدر متشکرم به زبان آورده نمیتوانم. شما قهرمانی حقیقی هستید. سردارم با فکرم به مو میدل میدید. پسرم سرسته نکن. کی دیره با خدا من نمیدونم سردارم. چه خیلی نمیدونی؟ خودتی رو مگر تو نگاه نمیداشتی ها؟ خودتی رو من نگاه میکردم. خیلی پس چی شد؟ الماس ها خود به خود متکی زمین در اومدن. بوری من نکن با خدا من نمیدونم. تومتم نکن. نیاز پسرم بزنم. کمیسر اونر الماس ها در کجایند؟ نمید الماس ها در کجایند؟ نمیدونم سردارم. وای من نکنه آنها را میابیم. نابود الماسان نه که سردارم از میدان افتخارنامه ها مونده. من حالا با تو میدان رو نشان میدیم. در این زمان سردار خطه بار کرده نمیشه. پسرم خوب فکر کن. الماس ها را تو را بودی ها؟ سردارم به خدا قسم که نان بزنم که اون الماس ها را من نمیدونم کجا رفتن. من آدم تو را چنان میزنم که کمیسر اونال سردار وضعیت چه خیلی است؟ وضعیت یکون پیشرفته نه سردارم. یعنی الماس ها یافت نشدند همین خیل؟ متاسفانه ما الماس ها را با شما امانت دیم. شما برده به دیگران امانت بکنید ها؟ وجدان انسانی ما نگرفتیم. ایچ خیلی گپ زنیه. مرا گوش کن. با تو تا پگاه سحر مهلت میدیم. یا آن الماس ها را یافته به اینجا میاری یا اینکه تو با رتبه ودا میکنی. مرا فهمیدی؟ فهمیدم سردارم.